دوستان گرامی السلام علیکم. شما دیم با کانال ما نورسونوزه در یوتیوب، در روتوب، در تیک توک، در اینستاگرام. تمرین بگویروزی با دسته تیم حمیدوف آغاز گردید. زیاده از قریب 50 نفر نورسو آمدن برای تمرین بگویی. تمرین امروزه با مربی این دسته تیم حمیدوف عزیز جان حمیدوف دوام درسته. خاطر است که میکنیم که اکتیفتون کم حرکت کنیم. بچه‌ها پس از تماشای نوار حتما یک لایک یک کامنتار از سخن خوب بنویسید تا کمی الگوریتم یوتیوب راسپاسترانی کنه همین نوارا بسیار خوب میشود. دستگیری شما برای ما این پیشروی ما نه تنها پیشروی ما بلکه پیشروی همین جوانان است. چون که پرسموت شد همون قدر желание مشق کردن با دیگران با دیگر نفران زیاد میشن. برای اون قدر دستگیری کنیم بچه‌ها کدام تماشا میکنن. یک دو روز پیش در شب دوشنبه مسابقه باید با گریپلینگ گذشت. خدا را شکر یک دو مدال آوردیم دو جای دیگه مقرب. یکم بار به این مسابقه را اشتراک کردنمون خوشبختانه بود که مقرب با استخوانی قطعی آمدیم با استخوان آمدیم یعنی این هم یک پاکزت نازه برای ما بچه مهنتی ما به پدرش نمونه دستگیری که میکنه. یک تا لایک یک تا کامنت برای شناسوتون پیشکش کنیم قدیلیت کنیم. میدونم که هر یک هم کورس داریم، هم صنف داریم، رفیق داریم، همسایه داریم، گروپ های مخصوص داریم در واتساپ و تلگرام. اما در تقسیم کنیم سرکش قدیلیت کنیم تا که اونا بدرن تماشا کنیم. برای ما خیلی موتیواسیون میده که ما باز هم خوبتر نفستر نوار کنیم به پیشکش میکنیم. بچه‌ها داغو باشین. مقصد ما همه که هر یک نسل نوروز در جمهوری تاجیکستان با ورزش مشغول باشن، بهوده‌گردی نکنن، شوگردی نکنن. اینا را خاراکترشون بود دیگه خیلی بچه‌ها. پیش کانال ما کانال فوتبال بود. ما زیاده از 11 ماه همکاری کردیم که نورسوی شهر دختر باید با فوتبال خوشبختانه چمپیون هم شدیم. همه طرفا مهنت زحمت کشیدیم. خیلی با این نمودی ورزش را برای شما پیشکش کنیم خوبتر می شود. با پس های ممکن که با گوشتینگ شود، تکواندو شود. این هدف ما کانال ما نه برای که یا نمودی ورزش باشه. همه را میخوانم پیوست کنم. همه نمودی ورزش چی فوتبال باشه، چی گوشتینگ، چی MMA، چی بوکس، چی تنیس و غیره و هو کازو. ما گفتیم که در دوشنبه رفتیم یکم باری که در مسابقه با گریپلینگ برآمد کردن بچه‌ها. همونجا کم ترک نفهمایی شد از طرف ما اکتیفمون بسیار بودیم. نه که از سبب که ما قویدش را نمیدونستیم ما فکر میکردیم که اونجا سودیو را خریدگی نه که خیلی نبوده. گریپلینگ تماما دیگه نموده و оценка دادنش دیگه چیه. باز اینا گوش میکنیم چی میگه ترینر. техникаш сезар ва мегира тамет зата балигоид мекина абсолютка баро чи дора грепнин ҳамда ки дусу гидена абсолютка мебра пацанака 50 кило 70 кило ра мебра титула мегира абсолютка умар бо бонус дора ай сабаби ки гап давес нест грепнин да техника ҷа брасокна нест ки ама брасокни ба брасока добри технара мебра мегира балигоид мекина анами недостатка шумо ки
بسیار به همین چیزی که میتونی فکر میکنی تمام ای بچه ما مربی شده مولی هم داره چی کنونی بالا هستیم ما امروز نکنه که سوهای بربر همو یاد گرفتیم روز برای شما چیزی که نو میبره چیزی که میشود خونون کویده ده شما یک فیلش شود ما فهمیدستیم؟ گرچنده ما کرکتری سخت نباشه یکی همین چیزی نگرده برای شما واردست ما رفتیم سوکتاده تماشا کردیم چی دستت که چی انالیزه هستن شما گرفتیم ای بچه بسیار وقت مسابقه ترجمه وقت نگاه کن هستن پاتسانوی که دایزن زورا بالیویشون سوزن تکتیکشون سوزن میرن در این دستت که بوی میتیم همین خطایی یه بار دو بار میشه بچه ها میگیم که تویست نصیب و تقدیر میگیم خیلی در نصیب دای یا باشید دو باشید نصیب بچه ها سپورت بوزیار یه بار دو بار میگی خیلی او نصیب تقدیر لیکن سه چهار باشید که این вже خطایی شما فهمیده значит در جای چینی دستت که هسته تمام را قطعش کار نکردیست این گپی من نیست گپی نمو علیفیست که چیم که اونا گپ میکنم ادامو قهرمون هم آشید از درگیم فهمیدیم بچه همین اشیب که بسوشید значит خطایی تطیش رو نکردیست برای کامرا نگاه کن رفته استی یکی بوی میتی میرا یکیم در قریب اومده استی میغلطی значит هم دستت کرمو باید کار کنیم قطعش اما برای کی میو و خود میوی اینطوری چیزایی که نیابیش نیایکو شما پریزنوار نمیکنه آدمی که تکنیک را کار میکنه میزنه تو نبا یا بسیار دوز همینجا ریچک قبضه میتونی کیورا قبضه میتونی تریخگانی قبضه میتونی نه که تکنیکش یکون تا کار نمیکنی ما همینجا ندیدم یکون تا پست بستی یک نوع تکنیک ریچک کار کنی ایلی کیمورا هم کرسه و ما تگیم کار کنیم ای سبب چی میگن که ما میتونم استودی چیزو را ما نمیکنم فهمیدی بعد تکنیک تچید که نشی результат نمیشه فهمیدی بچه خب بیو دوام میتونیم بچه ها سییم وریانت چه نشون تو میتیم و نشون رو دارم پیشکی با همین سیتواسیا پوچه را برداشتیم بالانس دیدی قبلگیم کلین کن کردیش تو پوچه را نگاه کن مرا بالی اویده نگیره دست یادش نگاه دیدی کلین که دونه اینیش تریتوریا قورگا را میخواد دیدی خیلی نگاه کن پوچه که اوزو دای کن سنترا اویده امورا میمونی رسک برام میدونی لیگوش کمیش نه بو همون کنترل میکنیم بو کنترل میشه کنترل که ما گرفتم جد بال هست نمیده بدون نه میگه او بالا چیز نوزو کلمه با میفهمید اون شو خشی داره او کار کردیم راست کاپیده برداشته طرف دیگه هم مشاهده راست او یکم اینی نیست просто اینی را کنتر چک کنم نکنی چه واریانتوی که هسته чтобы ягон черный пояс галтидили ягон белый пояс هم غلط او داشته باشه بوینه چی فهمیدی همین چیزا رو اهمیت شما علمش نکنید همه جدا شما باید یونیورسال که وقتی که نمیگن ایجاد باربا ایجاد استوکا باید سود بشه فهمیدی این من چرا اهمیت می‌پسند راست قبلی اخنارا باز اگر همین ما قبیده نخرام حالا برس کمی خپا میخیزه وجه با ما بالانس میکنه با ما اگر همو سر جتن با ابرد کامل بود لازم نگم پیام دیگه داد فهمیدی این تکنیک است دوست پوچه معلومه میشه برای که واریانت سیمش خوشم میاد بچه دین برداشته کامو بالانس کرده ایس بوشای ایس بوشای دی پوچه اوزور نه دوست چیزا میون دست کن به کاتو کامو میرا خوش فهمیدی کسی ماشو کنه خوب زنده باشین دوستان گرامی لایک کامنت подписка فراموش نشود با نورسون موسه باشه هدف اساسی ما را فهمیدین این بالان برداشتن ساحه ورزش تاجیک ما میخوام که در آینده ای بین همین نورسانی که ما مشق تمرین میدیم در پروموشن‌های کلان بینیم شد برای آبروی خودمون بچه‌ها برای آبروی دولت برای آبروی ملت شما بودم باید شد میدیاباری نورسان اوسه خیر تو نورهای آینده